سلام، خوش اومدین به چنل من. یه روز پاییزی بارونی از خواب بیدار شدم. بعد انجام دادن روتین صبحم رفتم سراغ ظرفای کثیف که واسه شام دیشب بود. ظرف شستم و کلا تمیز کردن خونه یکی از بهترین کارهاییه که به آروم شدن اعصاب تو دوران PMS کمک میکنه. بعد شستن ظرفا تصمیم گرفتم چای درست کنم. حین انتظار واسه جوشیدن آب رفتم سراغ گیاهام. بهشون عشق دادم و ازشون انرژی گرفتم. یکم رزماری خوش شده داشتم که واسه دمنوش امروز اونو انتخاب کردم. بوی رزماری واقعا آرامش بخشه. توصیه میکنم حتما تو خونه چند تا شاخه نگه دارین و هر روز اونو بوش کنید. بعد از اینکه یکم آروم شدم فاینالی نوبت به کرفسایی رسید که 3 روز پیش خریده بودم. همون اول ته گیاهو بریدم که دیدم واو شبیه گله. اینجا نشونتون دادم. بعدشم برگاشو از ساقه جدا کردم و در نهایت برین ترین قسمت کار خورد کردن خود کرفسا. وسط خورد کردن بودم که فهمیدم چاقو مناسب این کار نیست. بعد رفتم عوضش کردم و دیدم این یکی بدتر از قبلی است. اینجا هم یاد گرفتم بهتر بود که از سایت دیگه کرفس خوردش میکردم که خب مهمم نیست چون دیگه آخر کارش بود و تموم شده بود. آخر روزم رفتم بیرون و یکم زیر بارون قدم زدم. مرسی که همراهم بودین.